هیچ مشکلی نداره. باز کردیم که آموزشی باشه دیگه. پیش معده‌ش هم باز میکنیم. بعضی میگه روده بود. سلام دوستان، وقت بخیر. امروز چند تا طرف داشتیم باز کنیم مشکلش چیه. اینم نحوه پاره کردن. رگای قلب رو میزنیم و دو شاخهش که صافه. یه شوشاش هم که هیچ مشکلی نداره، صافه. ازم ببینید خودتون. هیچ مشکلی نداره. باز کردیم که آموزشی باشه دیگه. پیش معده‌ش هم باز میکنیم. بعضی میگه روده بزرگ، بعضی میگه پیش معده. روده هاش هم که مشکلی نداره و قرصش هم عادیه. پیش معده‌ش هم صاف و سالم. اینم برسش که سالم، زخمی نداره. من میرم روی نایش کم شد در حدسه میزنه خیلتی باشه. احتمالا برون شده خفیف داره. توی که چیزی معلوم نداره. ناش چیه؟ نایش هم عادیه. کم التهاب داره که چیزی نی. این تلف دوم 23 روزگی، وزن 980 گرم. یکی هم که جگرش خوبه، قلبش هم که خوبه، به شاخه هم صافه. حالا باز میکنیم ببینیم بهتر. به شاخه صافه. کم زیر مشکل کم هوایی دارم. دیگه ای تو افغانستان عادیه به خاطر هواکشاش. نمیتونی زیاد هواکش استفاده کنیم. باید از این کلکین پنجره اینا هوا بدیم و بالای چت سالن. این هم پیش دروداش خوبه. پیش میدهش هم باز کنیم ببینید. پیش میدهش هم صاف، هیچ مشکلی نداره. بریم سراغ نایش ببینیم چجوریه. که کم حدسه داره، احتمالا نایش التخاب یا کم خیل داشته باشه. این نایش خوبه، کم خیل داره. ببین شقیچی جمع میشه. اینم که از این دیگه هیچ مشکل نداره. شکم نایش خیل داشته. تلف سوم
یا خودتون میتونید تک فارم داره باز کنید و میگه نمیخواد پیش دامپزشک یا کسی به خودتون میتونید قشنگ تشخیص بدید و از گله‌تون، چون داخل گله هستید، بهتر میتونید درک کنید تا دامپزشک. حالا یه دارویی میده، واکسن میده، یه موقعی بدتر شد و خودتون یکم آموزش ببینید رو تلفات ها، اصلا باز کنید چه مشکل داره نداره، این بهترین چی بشه. یه مشکل کم هایی داشت که خونریزی داره کم، اینم دو شاخش صافه خیلی کم چی داره، چرک داره نایش. فشار بده خیلی کم. یه مشکل روده هم که نداره، شکر خدا روده هاش سالمه، پرسش هم خوبه. یه نایش رو ببینیم. نایش خیلی التحاب داره، گلم کمی تب داره، اینم ببین قشنگ التحاب داره و خیلی داره، این احتمال برنشید خیلیه. تشکر، ممنون، حمایت یادتون نره. خداحافظ.